آخری عصبا حیک عصبا قربونت برم خوبم چشاش برم عزیزم قربونت برم دلم خیلی خوشگله ماما حتی تنها به من برگشت گفت مهراد شهاب تو رو دعوت کرده میخوای باهاش صحبت کن که من واقعا میخواستم ببین وقتی تو منو دعوت میکنی من نمیتونم به تو زنگ بزنم بگم که میشه فلانی هم دعوت کنی شهاب من نمیام که شهاب گفت نه پاشو بیا اصلا با سفلا میخوای بیای با سفلا بیای که من به سفلا گفتم که حالا بیا بریم حتی اینقدر من واسه این آدم ارزش قائل شدم که حتی حاضر نشم مثلا اون مهمونی رو به دروغ برم آخری عصبا حیک عصبا قربونت برم خوبم چشاش برم عزیزم قربونت برم شهاب منو دعوت کرد دلم خیلی خوشگله ماما حتی تنها به من برگشت گفت مهراد شهاب تو رو دعوت کرده میخوای باهاش صحبت کن که من واقعا میخواستم ببین وقتی تو منو دعوت میکنی من نمیتونم به تو زنگ بزنم بگم که میشه فلانی هم دعوت کنی شهاب من نمیام که شهاب گفت نه پاشو بیا اصلا با سفلا میخوای بیای با سفلا بیای که من به سفلا گفتم که حالا بیا بریم حتی اینقدر من واسه این آدم ارزش قائل شدم که حتی حاضر نشم مثلا اون مهمونی رو به دروغ برم